فوت و فن، گرانترین افراد در فهرست حقوق و دستمزد. شما شاید فکر کنید گرانترین افراد همونهایی هستن که بیشترین حقوق رو میگیرن. اما واقعیت اینه که گرانترین ها کسانی هستن که کمترین بهره‌وری رو دارند. این افراد ممکنه به ظاهر در تیم شما جایگاه بالایی داشته باشند، اما اگر عملکرد و کارایی اونها پایین باشه، در واقع هزینه زیادی به سازمان تحمیل می‌کنند. به جای تمرکز بر روی حقوق، باید بر روی نتایج و بهره‌وری افراد تمرکز کنیم. یک تیم موفق باید شامل افرادی باشه که نه تنها توانایی دارند، بلکه با انگیزه و کارآمد هم هستند. پس در استخدام و ارزیابی افراد دقت کنید و به نتایج واقعی توجه داشته باشید. یادتون باشه میزان پرداختی نباید تنها معیار شما باشه، بلکه تاثیر آن فرد بر کل تیم و سازمان نیز اهمیت داره. اگر این نکات براتون مفید بود، حتما این پست رو با دیگران به اشتراک بذارید و ما رو فالو کنید تا با هم بیشتر یاد بگیریم.